حمایت عاطفی مردان در مواجهه با تغییرات سینه زنان بالای 50 سال. تغییرات فیزیکی مانند افتادگی یا تغییر سایز سینه می‌تواند تأثیر عمیقی روی اعتماد به نفس زنان داشته باشد. مطالعات سال 2025 نشان می‌دهد که حمایت عاطفی و گفتگوی صادقانه مردان باعث کاهش استرس و افزایش رضایت جنسی و روانی زنان می شود. حال در این شرایط وظایف مردان چیست؟ قدردانی بدون قضاوت، یادآوری زیبایی زن حتی با تغییرات فیزیکی، گوش دادن فعال، شنیدن نگرانی‌ها و احساسات بدون کاهش ارزش یا نصیحت بیمورد، احترام به بدن، اجتناب از انتقاد یا شوخی درباره تغییرات سینه، تقویت اعتماد به نفس، توجه به دیگر جنبه‌های جذابیت زن مانند هوش، شوخ‌طبعی و مهارت‌های زندگی.